میدونین من میخوام پلیس شم. واقعا؟ آره واقعا. بعد از کارای اون به اصطلاح پدرم تصمیم به این کار گرفتم. میخوام به همشون نشون بدم پلیس خوب یعنی چی. بذارین باز چایی بیارم. نه امکان نداره، من میارم. از خواهر عایشه خوشت اومد؟ دختر خوبیه. درسته که از پدرش نفرت داره ولی خب انشالله اون نفرت هم از بین میره. سونا مراد دیگه بسه. چقدر میخوای منو دست به سر کنی ها؟ چقدر؟ آروم باش سونا، آروم باش. نمیتونم آروم باشم. 2 هفته است که قراره هر روز علنگامو به هم پس بدی، ولی نه تنها این کارو نمی کنی بلکه تلاشی هم برای پیدا کردن کار انجام نمیدی. کار پیدا کردی؟ کار؟ کار، بله کار. معلوم نیست چی کار میکنی مراد. روزاست که معلوم نیست چی کار میکنی. ببخشید، میبینم که مهمون دارین. مبارک آقا مراد. مادر اون باعث عذاب منه. برادر مراد بابت همه چی متشکرم. خدا ازت راضی باشه. خیلی ممنون. در ضمن اگرم حقی به گردنت دارم حلالت کردم، ولی دیگه بسه. نمیخواد از این به بعد برام کاری بکنی. به کمیسر آسم گزارش دادم، بهم گفت چجوری میتونم پلیس شم و قراره کمکم کنه. تمام اینا با کمک تو انجام شد، ولی از این به بعد باید بتونم رو پای خودم بایستم. باشه هر طور دوست داری، ولی اگه دوچار مشکل شدی. بله البته، تو نگران نباش. بعدش با کمیسر آسم صحبت کردیم. قرار شد برای ورود عایشه به آکادمی پلیس هر کاری از دستش بر بیاد انجام بده. ضمناً هر کاری از دست منم بر بیاد انجام میدم تا شاید بتونم آبروی رفته آقا تونجایی رو یه جوری برگردونم. خدا ازت راضی باشه برادر مراد. میشه گفت واسه زندگی دخترم بیشتر از من تلاش کردی، ولی چی؟ یعنی میخوام بگم انشالله اونطوری میشه که میگی. دخترم کمی دمدمی مزاجه. نه انشالله درست میشه. شما اصلا نگران نباشین. نمیذارم متوجه بشه. خودم مراقبش هستم. خب دیگه خداحافظ. خداحافظ. خدا ازت راضی باشه. خداحافظ. دخترم عایشه خوشگلم، به مادر بگو کجا میری، چی کار میکنی؟ میگم مادر جون، من کار میکنم. چون کار میکنم پول دارم. این پولو بگیر. مگه به مغازه مقروض نبودیم؟ نمیگیرم، نمیتونم بگیرم. مگه نمیدونی از تو پول نمیگیرم؟ تا ندونم کارت چیه محاله. فکر میکنی پول من حرومه؟ خیلی خوب، برام مهم نیست چی فکر میکنی.
پدر، کاش نمرده بودی، کاش ما رو سیاه نکرده بودی. عایشه 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 عایشه. چیه مادر؟ نرو عایشه، خواهش میکنم. چی میگی مادر؟ نمیدونم کجا داری میری ولی حس خوبی ندارم عایشه. من راضی نیستم تو کار کنی. چی داری میگی مادر؟ ما پول لازم داریم ولی منم هنوز توان کار کردن رو دارم. کی داره کیو نصیحت میکنه؟ مادر دنبالم نیا. شما فکر میکنی من هنوز بچم؟ این فکر رو نکن عایشه. تو برام از همه چی مهمتری. خواهش میکنم نرو. مادر خواهش میکنم. بالاخره یکیمون باید یه کاری بکنه. ولی این وظیفه منه تا خرجتو بدم. ولم کن مادر، ول کن. عایشه نرو عایشه. حداقل اینو بگیر، مریض میشی. تون جای عوضی رو دیدی خواهر؟ هم آبروی خودشو برد هم آبروی خانواده‌شو. ببین حواست باشه کی میاد و کی میره. اینجا هم ترتمیز باشه. تو هم مراقب باش. سلام علیکم. علیک سلام. شما اینجا چی کار دارین؟ به تو چه؟ اینجا مال شما نیست. برای چی صاحب شدین؟ خیر مال ماست. این سندو دادین به زور امضا کرده؟ نه. دادین سندو به زور امضا کرده واسه اینکه احمد آقا زخم و زیلی تو بیمارستانه. شنیدیم تخت بغلیش هم خالیه. پس معلوم شد کمیسر آسم امروز اینجا نیومدن. چرا اومده بود؟ من نبودم. ولی این سندو که دیده فهمیده اینجا مال ماست. این سند؟ اون فهمیده ولی من نمیفهمم. آقا مراد، خیلی خوب خیلی خوب. چون عصبانی میشی؟ ای بابا. بله بفرمایین حال خانم. اومده پیش مادر من. از اینجا فقط 14 تا کاغذ کم شده. همش همین. میخوای خوب نگاه کن. میخوای بری تک تک اینا رو پیدا کنی؟ انشالله. مرتکب گناه شدن و تجاوز به حقوق بندگان خدا به این راحتی هم نیست. هرچی باشه دنیا فانیه. اصلا هم ارزششون نداره. میدونی مادرت چقدر نگرانته؟ اون میگه برای تو زوده که بری کار کنی. تو اجتماع ما آدمای بد زیادن. میترسه برای تو اتفاق بدی بیفته. ولی من مجبورم برادر مراد. کار کنم تا بتونم قرضامو تسویه کنم. یه چیزی بهت بگم؟ بهتره به جای اینکه به فکر این چیزا باشی به فکر مادرت باشی و دیگه تنهاش نذاری. به هر حال من که دیگه اجازه نمیدم به تنهایی تصمیم بگیری. من هستم. حتی اگه نخوایم کمکت میکنم تا بدهیاتونو بدی. من از هیچی نمیترسم عایشه. متوجه هستی که؟ خیلی خوب. الان میرم مادرتو میارم. با تو از این خونه بیرون نذار. مزدشو بدیم نره. ممنون. برین. شب بخیر.
سعی میکنیم کارا رو جور کنیم اون وقت تو میای خرابشون میکنی. جوابتو گرفتی آشغال. چه خبره؟ پسرم میباشتنا. مراد پسرم، مراد چی کارت کردن عزیزم؟ مراد جان. مراد دیگه بیمه مخارجتو نمیده. نخند. برادر مراد حالت خوبه؟ آیشه کی گفت بیا اینجا؟ حالت خوبه؟ خاله ملک بهم گفت. چه بلایی سرتون اومده؟ مروه میشه با آیشه تنها صحبت کنم؟ البته. ممنون. برادر میدونم باورتون نمیشه ولی دیگه تصمیم گرفتم برم سر خونه زندگی. میخوام درسم رو ادامه بدم. دیگه میخوام با مادرم مهربون باشم و با آینده فکر کنم. منم کمکت میکنم آیشه. با هم تلاش میکنیم باشه؟ جناب کمیسر با اجازهتون من میرم بیرون. این چه وضعیه؟ پسرم مثل اینکه اون نونوایی نفریش شد. از هر کی میره سراغش میفته بیمارستان. ببینم تو گزارش دادی؟ بله قربان گزارش دادم. پیدا کردن اون عوضی ها به این راحتی ها نیست. ازم چیزی خواسته بودی؟ صبح باید بهم برگردونی گفته باشم. ممنون جناب کمیسر. پشیمون نمیشین. جناب کمیسر به آیشه کمک میکنه که پلیس بشه نه؟ حالا بذار مدرسهش تموم بشه یه کاری میکنیم. ببین چی میگم، خیلی هم امیدوار نباش. میدونی که پدر بیگناه کمیسر. انشالله اینطور باشه. باید بخوابی یا؟ میخوابم فقط 5 دقیقه دیگه. نه نمیشه. به عنوان پرستارت نمیتونم اجازه بدم. به عنوان یه آشنا چی؟ خواهش میکنم مروه. خیلی خوب. فقط یکم. موسی سنجاکلی. مراد سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید اینجا مال موسی بود. موسی کجاست؟ اوه خیلی وقت پیش آقا موسی به تاریخ پیوست. یعنی چی؟ موسی رو از صفحه روزگار پاک کردن. چه کس خورد. باید پیداش کنم خیلی مهمه. پلیس پیداش نمیکنه. تو چجوری میخوای پیداش کنی؟ حالا که دنبالشی از بیگوش بپرس. بیگوشو میشناسی؟ وای مراد چطوری؟ خوبم بیگوش. ازت یه سوال داشتم. باشه بگو. موسی سنجاکلی دوست اون مرد. تو پرونده پلیس هم اینطور نوشته شده. ولی مردن داریم تو مردن. چی بگم مراد؟ وقتی تو نمیدونی من از کجا بدونم؟ دزد از احوال دزد با خبره. ولی دیگه اوضاع فرق کرده.
فکر میکردم دیگه چیزی نمونده که ندزدیده باشم. حقیقت هم داره. حتی نام و شرف یه نفرم دزدیدم. ولی دوست داشتم کسایی هم که تو این کار با من شریک بودن اینو بفهمن. متاسفم برای اون ولی بیشتر برای بقیه که موندن متاسفم. حالت دست کمال میشن. به هر حال بگوش، اگه چیزی شنیدی بیا سراغم. مراد، کارت شناسایی تونجای رو توی رستوران پیدا کردم مراد. میدونم، من اونجا گمش کرده بودم. اون کارت شناسایی درای زیادی رو به رومون باز کرد، ولی تونجای رو هم بیچاره کرد. وقتی ما مشغول این سرقت‌ها بودیم تونجای دنبال بازگردوندن اعتبارش بود. هیچ وقت دست از این کار بر نداشت. خب بعد چی شد؟ تمام اتفاقا بعد از اون شب رخ داد. آبرو به باد دادیم. بیاین بیرون. گفتم بیاین بیرون. باید اعتراف کنین که بیگناهم، وگرنه همتون رو میکشم. گفتم بیاین بیرون. بیاین بیرون. باید اعتراف کنین که بیگناهم. چی شد؟ مرد؟ احمق، از این بود گیر بیافتم. حالا چی کار کنیم؟ دیگه وقتش رسیده بود از دست این یارو خلاص بشیم، وگرنه اون خدمت ما میرسید. نمیشه، نمیتونم. من قاتل نیستم، قاتل پلیس که اصلا نیستم. پسر طرف تصادفی مرد، وقتی داشته اجناس دزدی رو جابجا میکرده مرده. نمیشه، نمیتونم. چون من همه چی رو میدونستم منم فدا کردم. اون شب انداختنم تو خلیج. فکر کردن مردم ولی نمردم و سال هاست که مثل یه سایه دارم زندگی میکنم. این جریان پلیس رو بعداً شنیدم، همونطوری که گفته بودن کشتنش. چه بیچاری، مستحق مرگ بود. باید اعتراف کنیم موسی. باید آبروی طرف رو بخریم. تازه آینده یه دختر جوونم در میونه. بهم کمک کن. خب میدونی که اگه آفتابی بشم میکشنم مراد. موسی سال هاست که خانواده تونجای به خاطر ما دارن بدبختی میکشن. تو میای مطمئنم همه چی رو به پلیس میگی. ممنون موسی. برم گزارش بدم؟ من برمیگردم پیشت. بالا منتظرم باش. مراد، مراد، قربان مراد یلنی. بیا تو اینجا چی کار داری؟ از بیمارستانم که فرار کردی. حالم خوبه جناب کمیسر. براتون خبری دارم. خیلی خوب، بشین ببینم. چیه؟
جناب کمیسر حاضر شده اعتراف کنه. پس بریم بیاریمش. براتون میارمش قربان. این حرفا قبلا هم زده شده برادر مراد، ولی نتیجه همیشه یکیه. ببین آیشه، نباید تحت تاثیر حرفای مردم قرار بگیری. من سالهاست که با حرفای مردم زندگی میکنم. پدرم مرد و رفت، برای همین. اشتباه فکر میکنی؟ اشتباه فکر میکنم؟ جناب آسن، زمان بررسی درخواست من برای آکادمی پلیس به مسئله پدرم مربوط میشه؟ حتی اگه قانوناً هم اثبات نشه همه بر اون مبنا تصمیم گیری میکنن، درسته؟ این مسئله مهمیه. پدرم زندگیمو خراب کرد. باشه آیشه، بس بیا با چشمای خودت ببین. بیا با اجازه. میدونی اینجا کجاست؟ جایی که مرده؟ بله، وقتی داشته سعی میکرده اونایی رو که به تل انداختنش بگیره. به هر حال نمیخواد از زبون من بشنوی. بیا. موسا، 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 باید یه جایی همین جا باشه. همه چی رو برات میگه. برای خودت بازی و بازیچه جدیدی پیدا کن برادر مراد. منم راحت بذار. موسا، الو حکمت چی شده؟ اونجا چی کار داری پسر؟ باشه قطع کن الان میام. چی شده عوضی؟ واسه چی اومدیم اینجا؟ رئیس دخترش. دختر کی؟ حرف بزن دیگه. رئیس دختر اون دخترتون جایمرت میخواد. چی؟ یعنی چی پسر؟ نکنه چیزی لو رفته؟ نکنه اون موسا هنوز زنده است؟ یه چیزی بگو. رئیس پسر اگه معلوم شه که اون پلیس رو کشتیم، هم قصد هم سرقت هم جنایت. پلیس، پلیس دستا بالا. پدرم با شما کار میکرد. جواب بده. آیشه بایستا، آیشه بایستا. شما دخالت نکنید. جواب بده. گفتم جواب بده. بیگناه بود، کار ما بود، ولی افتاد دنبالمون. ایوون. آیشه این کارو نکن. آیشه ببین، اگه اون ماشه رو بکشی دیگه همه چی تموم میشه. آرزوی پلیس شدنت، مادرت، همه چی. نمیخوام، فقط میخوام بمیره. اگه اون بمیره باز اون برده. اون وقت تو هم شریک جرمش کرده. نکن، نباید این کارو بکنی. برای اینکه شرف پدرتو بخری و اسمش رو زنده نگهداری باید پابرجا باشی. تو دختر یه شهیدی آیشه. آیشه ببرینش. بریم کنار. بیا برن. میدونه بزرگترین جرم مجرمین اعتیاد به جرمه. حتی متوجه نیستن چه کارایی میکنم. البته خودت بهتر میدونی نه؟ خیلی خوب نمیخواد ناراحت بشی. بریم به هر حال امروز هم به خوبی تمام شد. بریم دخترم بریم. را بیفتیم بریم بچه ها.
قربان، همکارا جسدی رو تو ساحل پیدا کردن که متعلق به موسی سانجاکلی بوده. بررسی کردیم دیدیم خیلی وقت پیش مرده ثبت شده، ولی تازه فوت شده. قربان، موسی همونیه که براتون گفتم. آها، متوجه شدم. خیلی خوب، بریم. روح شاد. میتونم کاری براتون بکنم؟ برادر مراد، اگه تو نبودی عاقبت ما چی میشد؟ خواست خدا بود، من کاری نکردم. اگه خداوند نمیخواست کاری از دستم بر نمیامد. روحتون جای دیگه به آرامش رسید. روح اون همیشه در آرامش بود. خداوند خالق همیشه حقایقو میدونه. من مطمئنم موقع مرگشم نگران ما بود. به کمک تو دیگه میتونیم سربلند راه بریم. من حلالت میکنم مراد. مطمئنم اگه تون جایم بود همین کارو میکرد. تو هم منو حلال کن برادر مراد. آخه تو هم به گردن من حق داری. این چه حرفیه؟ از این به بعد برادرم هستی. هر وقت دچار مشکلی بشم به شما میگم. صبر نکن تو دچار مشکل بشی عایشه. شما هم همینطور حال خانم. هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. به خدا میسپارمتون. خدا ازت راضی باشه. بسم الله. آمین. آقا مراد، کاری کردین اون لاابالی دستگیر شد. منم میخواستم. انشالله حالتون بهتره؟ بله خوبه. همیشه خوب باشین. عمو مراد، آدما برای چی اموال بقیه رو میخوان؟ دلایل زیادی داره افه، ولی من فقط میتونم به عنوان یکی که خوب میشناسمشون جوابتو بدم. بعضی اوقات آدم فقط به خاطر اینکه مغلوب نفسش شده این کارو میکنه، بدون اینکه فکر بقیه چیزا رو بکنه. بعضی اوقات به خاطر تنگ نظری و به خاطر اینکه فکر میکنه تو دنیا همه چیز مال اونه. یعنی چون فکر اینو نمیکنه که روزی باید حساب تمام اینا رو پس بده. بعضی اوقات هم آدم ها بلد نیستن از راه ساده و کوتاه به خوبی ها برسن. گاهی اوقات هم راه رسیدن به خیر از شر میگذره.
ولی با تمام این وجود در کنار تمام این آدمایی که برات گفتم، آدمایی هم هستن که بدون ترس و خستگی با ناحقی ها مبارزه میکنن. خداوند اونا رو در هر دو جهان سعادتمند کنه.